سلام علیکم دوستای محترم، امید که همه‌تون جور صحتمند باشین. به ادامه درس گذشته ما دوباره خوش آمدید. خب امروز بخیر درس خود از ادامه درس گذشته از تناسب شروع می‌کنیم. خب تناسب ما میگیم تساوی دو یا چندین نسبت را تناسب باید، یا گفته میتونیم که تساوی میان چندین کسر را به نام چی میگه تناسب. این حال از اینجا خوب دقت کنید، خیلی ساده. خب در این شکل یک نسبتی A بر B داشته باشیم در حالت مساوات قرار داشته باشه، بر یک دیگر نسبت شکل C بر D. این خودش یک تناسبه. چرا؟ چون اینی نسبت بازی نسبت در حالت چی قرار گرفته؟ مساوات. این میره خودش میگه تناسب. ممکنه چندین در مساوات یا چندین در کسر در حالت مساوات قرار بگیره، بازم برام چی میشه؟ تناسب. خب دوستا این از اینجا خوب سعی کن. این شکله ای دی را به نام طرفین یاد اینه. و همچنین بی سی را به نام چی یاد منه؟ ایش مطمئنم که شما گفتین دیگه قبلا وسطین. ایش شد طرفین. اینی بی سی را به نام چی یاد نه؟ وسطین. خب اگر کسر به شکل مرکب تناسب مرکب داشته باشیم، دست شکل باشه که A بر B مساویش نه به C بر D، یا مساوی باشه به که F بر P و یا مساوی باشه همینطور که حدود ادامه دار باشه، آخر هم باشه M بر M. در اینجا کدام طرفین کدامش وسطین. خوب دقت کنید. این شکل این حدود را ما به نام چی یادیم؟ این زینچ کمال این به نام طرفین یادیم. درسته؟ این شد طرفین. این حدود دیگه که مانده این را به نام چی یاد نه حتما؟ به نام وسطین. یعنی به نام وسطین. خب پس ما میگیم که فرق نمیکنه چی دو دانه نسبت در حالت مساوات قرار داشته باشه، چی چندین دانه مساوات، بازم به نام چی یاد نه؟ تناسب. خب اینی حدود را به نام ای دی را به نام طرفین و یاد منه، و همچنین بی سی را به نام چی؟ وسطین یاد نه. خب اگه تناسب یا تناسب مرکب باشه در این شکل بر ما میده، پس ما میگیم که اینی خطوطی که بخششم علامت زدم، اینی به نام طرفین، اینی یک حد پایین و چندین حد صورت که به نام چی یاد نه؟ وسطین. خب دوستان عزیز، در ویدیوی بعدی که برایشون خواص تناسب کارم سعی کنید از دست ندین، حتما بیننده باشین، به خاطر که خیلی مهمه حتی در ریاضیات بعد. خب اگر میخواین درسای بعدی ما را، ویدیوهای بعدی ما را بیننده باشین ان شاء الله، خب چینل ما را سابسکرایب کنید و من الله توفیق.